خب دوستان، از یادگیری موسیقی نترسید. واقعا یادگیری موسیقی ایرانی. موسیقی ایرانی از 7 دستگاه و 5 آواز تشکیل شده که مبنای 7 دستگاه واقعا وسیله نیست که دستگاه باشه، به لحاظ گرفتن دست در گاه ها و جاهای مختلف اسمش دستگاه شده. دستگاه مثلا ماهور که میان اسمش شنیدین، دستگاه ماهور متشکل از نغمات و گوشه هایی است که در کنار هم اینها چیده شده، مانند ساختمان یک از آجرهایی است که بغل هم گذاشته شده و شده یک ساختمان. ماهور در کل یک دستگاهی است که با درآمد فرض شروع میشه. درآمد یعنی کلیدی که وارد اون دستگاه میشه. با این آغاز میشه. گوشه های بعدی داریم به نام داد و گوشه های شد فعلی و نصیرخوانی و مرادخوانی و توسی و عراق و نیریز و گوشه های دلکش و خاوران. خب چند اندی گوش هست دیگه. یکی میشه یاد گرفت. و برای اینکه گوش شنوندگان آشنا بشه با این دستگاه و مقام ها، بهترین راهش تطبیقه، تطابق یک آهنگی که حفظ هستید و آن را بلدین و همه شنیدین، مثلا مرغ سحر. وقتی که این ملودی رو میشنوین، این پشت سر این ملودی خود دستگاه گوش انسان ذاتاً سویچ میشه با این دستگاه. مثلا میگه مرغ سحر ناله سر کن، بکردم. خب این آوازم که میخوام شروع کنیم پشت بند همون ملودی است که در گوش شما هست. پس بهترین راه تشخیص سماعی یعنی گوشی دستگاه ها روشش تطبیق چند تا آهنگ در ماهور شما را هدایت میکنه به دستگاه ماهور و در کنار آن نغمات رو یاد میگیرید. نغمات یا گوشه ها هر جلسه یک در پسری استادی یه ردیفی رو آموزش میبینید و زیادم سخت نیست. هر حال فرصتی هست که یه 2 سال کار میکنیم دیگه همه نغمات رو مسلط شدید. و بنابراین ماهور رو ما اگه همه گوشه ها رو نام ببریم اینجا خب شاید خوب نباشه، ولی یه جلسه با یه درآمدی پس شروع کنیم. گستره داره درآمد ماهور دیگه به در گوشه داد و گوشه هاش که پرده های بعدی رو در بر میگیره وارد نمیشه. تونیک داره. تونیک یعنی شروع یا شاهد اون دستگاه که اینجا ما رو سیم دو اجرا میکنیم و جای صدای خانوما و آقایون هم هست. هی میزنیم تو سر نوت دو. غزلی از سعدی حافظ شروع کنید، میتونید که و اوزانش با این ماهور میتونید که بخونید، به شرطی که پیام آور یه ذره شادی و امید و فرهنگیز است. در خاصیت دستگاه ماهور شاد، طرب‌انگیز و مانند صبحی است که شعر امید بخش درش هست. مثلا میگیم بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سخت بشکافیم، ترهین و دراندازیم. این بخشی از دستگاه ماهور آشنایی با درآمد بود که میتونید تمرین باشه برای شنوندگان و از اون برای مدت کوتاه تا نغمه بعدی.